چه اتفاقی میافتاد اگه همه شخصیت‌های GTA پژو 206 داشتن؟ مایکل مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ آره اسخر دیگه کلافه شدم. این ماشین خیلی کوچیکه. همون کاری که گفتم و برام انجام بده. باشه برات درستش میکنم. اون یکی 206 رو بیاره یکم جلوتر. خب مایکل دیگه آماده است. خوب شد؟ عالی شد. دستت درد نکنه. خیلی خوب شد. اینجوری دیگه 206 هم بزرگ شده و کلی جا داره. خیلی باحال شد. فقط مشکلی که داره یکم عرض ماشین زیاد شده. باید تو خیابون حواسم باشه. یکم روندنش سخت‌تر شده. به بنازم شبیه این کیمای دوقلو شده. داریم زحمت میکشیم. جیمی جیمی پسر چرا این ماشین انقدر ارتفاعش آوردی پایین؟ بابا مود دیگه کفخاب کردم ماشینو. این کارا چیه پسر؟ پدر ماشین در میاد همه جاش گیر میکنه به زمین. نگاه کن تو رو خدا چقدر ماشین آورده پایین، هیچی با زمین فاصله نداره. این چه کاریه آخه پسر؟ بابا خوبه دیگه، نگاه کن چقدر قشنگ شده ماشین. رخ ماشین نگاه کن اصلا. یعنی چی آخه؟ این کار اصلا استاندارد نیست. نمیشه اصلا با این ماشین رانندگی کرد. خوبه بابا، بهتر از ماشین توی که رفتی دوتا ماشین چسبوندی به هم دیگه. پسر کلی فکر کردم اونو انجام دادم. چند تا شرکت اومدم اون طرح از من بخرن. برو ببینیم بابا، شبیه اون بستنیای دوقلو شده. چی؟ بی تربیت. آماندا به دلمون بگه باری یه روزی جایی بگی میکنم بگی فقط واسه من. سلام اماندا، خوبی؟ آن تو سرت کنن سوری، چرا اینقدر دیر کردی؟ درستش خریده که نیستی، میخواستم نیام. از اون دوستت با اون مزن مسخرهش خوشم نمیاد. چی؟ دوباره شروع کرد؟ حواسمو پرت کردی رفتن تو سطح آشغال. خیلی هم دوستم خوبه، مزونش هم خیلی خوبه. چشه مگه؟ بهتره بگی چش نیست، زنچه فضول با اون لباسه مسخره. سوری دوباره اومدی امروز اصلا من خورد کنی؟ آره؟ اماندا خیلی داری تو میری، یواش برو. دسته خب اینم از این محکمش کردم دیگه. فکر کنم داره کم کم کارش تموم میشه. خب دیگه کار اینم تموم شد. برم تستش کنم ببینم چطوری شد. فکر کنم خیلی باحال بشه. عجب ایده ای زدم. روشنش هم بکنم یکم طول میکشه تا فعال بشه. فکر کنم دیگه آماده شده بشه. خب الان باید این کلیدو بزنم. اگه بالا بره یعنی کار میکنه. اوه داره کار میکنه. خدای من اصلا باورم نمیشه داره کار میکنه. عجب قدرتی هم داره. چقدر ارتفاعش از سطح زمین داره زیاد میشه. خوشحالم که زحمتم نتیجه داده و تونستم درستش کنم. اینم از اولین 206 پرنده ای دو سانتوس. چرا اینقدر ارتفاعش شده کم میشه؟